تمرین پنجم میارمش پایین که جوابش معلوم نشه. تمرین پنجم چی میگه؟ میگه که آقا تبدیل زمانه. میگه که ما یه دونه فانکشن داریم، یعنی باید بنویسیم اوکی به نام hconf. حالا میگه که آقا یه دونه پارامتر داره به نام n. این چیه؟ این میاد یه عددی میگیره، هر رقمی، مثلا 1 2 3 4 5 اوکی. این تعداد ثانیه است، این یعنی به ثانیه است، یعنی ما 12345 ثانیه به فانکشنمون میدیم. فانکشنمون باید چیکار کنه؟ فانکشنمون باید اینو تبدیل کنه به ساعت، دقیقه و ثانیه اوکی. یعنی h m و s اوکی. مثلا بهتون بگم 61 اگه n مون باشه اوکی، یعنی 1 دقیقه 1 ثانیه. قبول داریم؟ و 0 ساعت. بریم ببینیم اینو چجوری بنویسیم. برای این سوال اول باید بدونیم که آقا اگه مثلا ما 2 3 4 5 ثانیه داشته باشیم، خب هر دقیقه برابر با 60 ثانیه است اوکی. پس ما بیایم اگه اینو تقسیم بر 60 بکنیم، تقسیم بکنیم 3 6 تا 18 تا 6 4 تا 24، پس 3 میخوره میشه 180 منها میشه 4، این میشه 13، این میشه 54 کوچیکتره، پس 5 میاد پایین میشه 545، 6 6 تا 36، 6 7 تا 42، 6 8 تا 48، 6 9 تا 54، 9 میخوره میشه 540، 5 باقی مانده میاره اوکی. پس یعنی 234 5 چی گفتم 2345 تشکیل شده از 39 دقیقه، یعنی 39 بار 60 مون پر شده اوکی. یعنی 39 بار این 60 پر شده، این هیچ رفته بالا شده 39 دقیقه و 5 ثانیه این باقی مانده مونه دیگه. یعنی آقا ما هی 60 تا 60 از این برداشتیم، هی گذاشتیمش کنار، شده 39 تا مثلا بسته، 5 تا دونه هم توش مونده، پس این 5 تا میشه ثانیه اوکی. حالا یه سوال دیگه، این 39 تا هم باز باید 60 تا بشه دیگه که تا بشه 1 ساعت اوکی. کاش که یه عدد دیگه مثلا چیز کنیم، مثلا اینم 6 بخوره، اینجوری میشه 56، اینجا 0 میخوره میشه 56 ثانیه، 390 دقیقه اوکی. حالا 390 دقیقه رو باز دوباره تقسیم بر 60 بکنیم، عین همینجا به همون ساعت میده و باقی ماندمون باز اضافه دقیقه میشه اوکی. حالا باز بریم جلوتر، بیشتر توضیح میدم ببینیم میتونیم بفهمیم یا نه. خب یه دونه ما فانکشن اول میخوایم به نام hconf اوکی. hconf چی میگیره؟ میگه که آقا یه فانکشنی میگیره، یه فانکشنه که n میگیره اوکی و از این. خب وقتی n رو ما گرفتیم، همون اولش ما داریم میگیم که باقی مانده n مون، یعنی اگه 1 2 3 تقسیم بر 60 بکنیم 12 123 این ثانیه مونه. قبول داریم؟ اینو قبول داریم. پس ما میگیم که آقا n مدولو 60 بشه این مدولو همون باقی مانده مونه تقسیم بر این عدده، اینجا 60 مونه، این عددمونه. اگه 2 تا از این چیزا به درصد بذاریم به همون باقی مانده میده، اگه یه دونه از این خطا بذاریم به همون خارج قسمت رو میده. حالا ما باقی مانده داستان رو میخوایم، چون که خارج قسمتمون که میره تو دقیقه، این چیزیه که باقی مونده است که میره توی ثانیه اوکی. حالا من چیکار میکنم؟ من میگم که آقا اممم باید بشه خارج قسمتم دیگه. یعنی الان اینجا من 2 از توی 120
23 ثانیه تونستم 2 تا بسته 60 تایی باز کنم و 3 تا هم باقی موند. اوکی، پس این میشه 2 دقیقم و 3 ثانیم. اوکی، پس من اینجا می نویسم که آقا n خارج قسمتش تقسیم بر 60 همون دقیقمه. حالا ساعت چی؟ ساعتمون این شکلیه که مثلا من بهش بگم که آقا 2 3 4 5 6 میشه مثلا ای بابا هی من نمیخوام هی تقسیم کنم، هی میافتم تو این داستان. 4 انجامش دادم الان پاکش کردم. چی میگم 13 54 نمیخوره، 5 میاد پایین، 6 تا 36 6 5 تا چی 7 تا 42 تا 6 تا 48 تا 6 9 تا 54 تا 5 تا 60 تا 0 56 میمونه تقسیم 6 تا 36 تا. اوکی، پس میشه 6 ساعت و 30 دقیقه و 56 ثانیه. در اصل 2345 ثانیه تشکیل شده از 6 ساعت و 30 دقیقه و 56 ثانیه. پس من در اصل چیکار کردم؟ اومدم خارج قسمت عددمو، یعنی اومدم عددمو تقسیم بر 60 کردم، خارج قسمتش که شد دقیقه اونو تقسیم بر دوباره 60 کردم که هی باز دوباره 60 تا 60 تا از توش در بیارم. پس من باید خارج قسمتمو یه جوری به دست بیارم. اوکی، الان من اینجا یه بار خارج قسمتمو ریختم توی m. اوکی، ولی یه بار دیگهش میخوامش. پس من میگم آقا توی h بیا در اصل mمو آره mمو تقسیم بر 60 کن. فاصله بذاریم که بفهمیم چه خبره. اوکی، در اصل دارم میگم که خارج قسمت همو تقسیم بر 60 کن، خارج قسمتشو بریز توی h، بریز توی این که به هم ساعت بده و باقی مانده شو بریز توی m. باقی مانده شو بریز توی m. آها اینجا یه مشکلی من دارم. اوکی، پس من اگه بیام اینجا این m امو بردارم جاش h بذارم. اوکی، و اینجا در اصل دارم میگم که اصلا فرض کنیم که یه دونه پارامتر h. اوکی، من دارم میگم که این h همو بیا n تو با خارج قسمتش رو تقسیم بر 60 رو بریز توی h. اوکی، الان داریم میریزیم توی h. بعد من میگم بیا دوباره اونو این خارج قسمت رو اگه یادتون باشه که اینجا بود تقسیم بر 60 کنم به هم ساعت همون میده دیگه، قبول دارم. و باقی مانده این اتفاقه اینجا به هم m میده، یعنی باقی مانده این h در اصل. باقی مانده این h یا این h؟ باقی مانده این h به من باید بده دقیقمو. باقی مانده اینجوریه از 60. ببینیم داریم درست میگیم. من میگم کت کن اینجوری به من بده مثلا چی بده، بگیم که اینو بده، براش اینجوری بنویس که n میشه
این میشه 2 جی درصد. من فکر کنم این کار بکنه و راستشو بخواین زیاد مطمئن نیستم. اگه کار نکرد میریم دوباره جوابو نگاه میکنیم. من میخوام که دوتایی نشون بده بهم. یعنی 2 تا عدد بذاره برام. اگه مثلا من 1 داشتم برام بنویسه 0 1 که اینجوری بشه مثلا 12. اوکی 1 نذاره برام. اینم برای مینی دقیقم و دوباره 2 یا درصد 2 است فکر کنم. به نظرم منطقی میاد که درصد 2 باشه. خب و به من بده اول H بعد M بعد S. ببینیم کار میکنه. و مثلا خودمون اینجا مثال هم داریم. میخوام جوابو ببینم بخاطر همین سری میارمش بالا. باید به هم 4567 بده 1 ساعت و 16 دقیقه و 17 ثانیه. ببینم میده. ارور این n تقسیم بر این could not find. چرا چند تا زدم من؟ یه دونه. شونزده 7. یا من کار نکرد. ببینیم مشکل چیه آقا. ثانیه‌مون رو درست داده. اینجا دارم این عدده رو تقسیم بر 60 میکنم خارج قسمتشو. این باید اینجا باشه. کپی اینجا پیست کنیم. 16 فرق نکنه. چیمون اشتباهه؟ دارم میگم که باقی مانده تقسیمت بشه ثانیه. اوکی اصلا بنویسیم برای خودمون. ای بابا اینو بلد نیستم چیز کنم. بیا اینجا دارم میگم که باقی مانده عددم تقسیم بر 60 بشه ثانیه. اوکی خارج قسمتتو بریز توی H و باقی موندهش تقسیم بر 60 و یعنی اینجا بریز تو H، نه بریز تو M. اینجا باید بریزیم تو M و خارج قسمتش رو بریزی توی H. ببینیم الان چی میگه. 1.16.7 همین بود. 1.16.7 اوکی. 3601 چی؟ 3601 چی؟ 1 اوکی. من فقط اینجوری بلد نیستم. ببینیم اینش چه شکلیه. درصد 0.2 اوکی بعد بنویسم درصد 0.2D 0.2D درصد 0.2D اینم این شکلی. الان چی؟ پس چرا برای هاند کت اسپرینت F فقط کت خالی نمیکنه. کت اسپرینت F پرانتز اینجوری. منم تو ذهنم فقط بود که کت بزنم. ارور این not a character vector FMT چیه دیگه؟ میگیم cat اسپرینت F
اینجوری HMS شاید اینمون داره قاطی میکنه توش. الان چی؟ اوکی 1 خیلی خوب. اینم از این. یه ذره یه جایشو موندیم ولی همینه. پروسه یادگیری اینجوری هم شما میبینین که چجوری پیش میره. منم که میگم من نه برنامه نویسم، منم یه دانشجو هم، صرفا دارم یاد میگیرم و درسامو با شما اشتراک میذارم. هیچ عیبی نداره آدم اشتباه کنه، ولی باید بریم ببینیم یاد بگیریم که چرا اشتباه کردیم. همین که بگیم اوه اشتباه کردم ولش کن هیچ فایده ای نداره. خیلی خوب اینم از این. بریم برای سوال بعدی. ویدیو رو قطع میکنم، توی ویدیوی دیگه سوال بعدی هم حل میکنیم.